پیشوا. صدای تیر بلند و گشرس، پردهشت و هراس آور، اما افغانی مادر پرسوزتر دست می برد سوی فرزند. او خوابیده روی زمین، از این تیر جسمش خونشار، چشمانش نیم بست، روحش مثل که رفته سوی آسمان ها. بهر شکایت بر خدا از این رذالت، مادر داد می گفت از این بیرحمی ها. از سوزش قلب و جان خدا را بر زمین می خواند. از او جزا می خواست بهر قاتلان. پسر را می بوسید، خون او روی زمین روانه بود. اطراف پر از این چنین مادران دلریش، فضا پر از بانگ امداد آنها. زمین پر از جبارهای خونی. این لحظه است از آن سالها، از سالهای سرد، سالهای درد، سالهای غبار و گرد، سالهای نبرد زیست و مرگ در این سرزمین، در این خاک، در این مرز پاک، در این میهن تاجیکان، در همین تاجیکستان. وطن چون یتیمی بیکس، از او رفته همه چی، مال و ثروت، تاج و دولت، افتاده کنج ظلمت. خلقش سرسان پر افغان، وجودی همه سوزان، از بینوایی، از بیچارگی، از ناامیدی و درماندگی. ندای در تا به فلک، گریه مادر پرسوز، پر حسرت، آهش برآورده ز جان، چون او شاهد بود به دهشت روزگار، به مشقت بیشمار. او شاهد بود به نبرد میان فرزندان، به قتل برادر از سوی برادر، به داد امداد خواهی دختران، به غروری به باد رفته آنها. او شاهد بود به فنا شدن امیدها، به محو هستی آرزوها. او اسیر بیم بود، می هراسید از مرگ جگربندان، از قاتل همدیگر شدن آنها، از آینده شان، از فردای این وطن. تنها لحظه که کشیدنی نفسی آسوده بود یگانه مراد آنها. هوای میهن ابرگونه بود، فضای میهن بوی خون داشت. کینه و کدورت مقامدار قلب ها، عدالت تسلیم رذالت، آبادی مفهوم گم شده، تولید دوباره تاجیکستان. آرزو و احیایش رویا بود. سالی 1992، 16 نوامبر، اهل مقام و منصب جمع آمدند بهر دریافت راه حل، بهر دریافت چاره، بهر تنظیم وضع. اما وجود اکثر آنها را پر کرده بود هراس. آنها گذشتند از بحر منصب، از بحر مقام، گذشتند از بحر نجات هم ملتان. از این میان مردی برخاست به منبر، با جرأتانه، با جسارت، پرغرور، چون رستم قهرمان، چون اسماعیل کاردان، چون تیمور ملیک و واسع پهلوان صدا بلند کرد: تالار پرشور را پخش کرد. این صدا بانگ بیداری بود، بانگ هوشیاری بود، ندای برخاستن بود. حرفها برون می شد از عمق قلب، از وجود سرشاری ننگ و آر، چون فواره پرجوش، چون ولکانی آتش افروز. با حسرت از اذیت خلق می گفت: با تأسف
از زجر آنها، با مذمت از بی‌طرفی والا مقامها، با امید از سبزیدن آرزوها، اهل تالار هم‌آواز شدند. در او جسارت معجزه‌ناکی را پی بردند، اما نه در قلب همگان اعتماد بود به او. نگاه زیادی از نفران پرشبهه بود. آنها می گفتند او نیز تسلیم ناتوانی خواهد شد. همچون رئیس شورای عالی و سرور دولت تا وقتی دل در سینه می تپد، هستیم را به وطن و مردم خود می بخشند. مسئله انتخاب کردن رئیس شورای عالی به میان آمد و از حوزه انتخاباتی خانقاه 47 میرزایف عبدولی نام شخصی خواستند و از نام دپوتات های شهر ترسونزاده، ناحیه های حصار و شهر نو تکلیف پیشنهاد کردند که من تکلیف میکنم که برای رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان امامعلی شریفوویچ رحمانوف پیشنهاد کرده شود. با فکر من این یک خوشبختی بود، این یک بخت ملت تاجیک بود که همین شخص همین تکلیف را پیشنهاد کرد و به طور پوشیده در روی خط آوازدهی پوشیده نامزدی این کس را شامل کردند. همین طور امامعلی شریفوویچ رحمانوف رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان انتخاب شدند. او را رئیس انتخاب نمودند. رئیس شورای عالی، او را که از دل کوه با غرور چون قله، با عزم قوی برای رزم، با اراده ارادت پذیر چون یک هدیه بی‌نظیر اهدا نموده بود، خدا برای این مردم آشفته خاطر او پرداخت به کار، به احیای دوباره این وطن. طبیعی است که به آسانی دست ندهد بر هر تن. گذشت او از هر چی که عزیز بود برایش، از جانش، اما نه از میهن. و از در حال مرکب شوی بود. مردم فراری می شدند به ملک دیگری، به جای امن‌تری. دریای پنج قسمی از آنها را رها می کرد، اما قسم دیگر را همسفر خود مبارزه حفظ جان بود آن روزها. دوشنبه تقسیم شده به دو میدان، یکی آزادی و دیگری شهیدان. صدای اهل میدان ها تا به آسمان، او هنوز استوار به عزم خود پی انجام رسالت. اکنون که زیادی از خواسته ها پی اجرا بود، پس کلی الفت و کلفت خلق بر دوش رفت، بهر گریزگان خانه بر دوش. هرگاه که زندگی نامه سرور مملکت رو صحیفه گردان میکنیم، از هر یک صحیفه از وجود خواننده صدا میبره، نام از ننگ پیدا میشه. نام از ننگ پیدا میشه، احترام از اعتقاد پیدا میشه. ننگ بزرگی وطنداری سرور کشور را صاحب نامی بلند کرد. اعتراف نه تنها آشنایان، حتی بیگانه ها، جهانیان با او احترام بخشید. در هر مسئله که از منبر سازمان ملل متحد سخن رفت، همش تصدیق شد، اعتراف شد، هواداران پیدا کرده، یا درباره مالکیت مادی باشه یا ذهنی. این آسان نیست. این در تاریخ در هر یک کشور ثبت می شود. اولین سخنهایی که آن کس به منبر بر آمدن و گفتن، آن کس گفتن که من
کوشش میکنم که با کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان، با پرچم، با نشان جمهوری تاجیکستان صادق مانم و به خلق ملتم صداقتمندانه خدمت نمایم. دوم مسئله که اون کس گفتن که من کوشش میکنم که با تاجیکستان صلح آورم. و در وقتی که در سرتاسر جمهوری جنگ شهروندی میرفت، تمام ساختارهای حکومتی فلج گردیده بود، یک جوانی که در سیاست در ارگانهای بالایی بلند تماما کار نکرده بودند میتوانستند که در یک مدت کوتاه با دل پر اون کس گویند که من با تاجیکستان صلح میآورم. با دست آوردن صلح، با دست آوردن وحدت در این گیرودارهای مبارزه های شدید اطلاعاتی، در این گیرودارهای برخورد تمدن ها کار سهل و ساده نبود. محترم پرزیدنت محبوب ما امام علی رحمان برای ملت تاجیک معجزه یعنی صلح را با دست آورد و هدایت کرد که هزار ساله ها در تاریخ ملت تاجیک با حرفهای زرین ثبت می‌گردد. تشبث‌های سازنده طلایی پیشوای معظم ملت باعث افتخار ما ملت تاجیک است و برای خلقت‌های دیگر، برای دولت‌های دیگر عبرت آموزند و انستیتوت‌های دیپلماتی و مالیوی دنیا این پیشنهادها را از جمله پیشنهاد آبی و تنظیم رسم آیین‌ها، مسئولیت پدر و مادر در تربیت فرزند را آموختند و در زندگی خود در روزگار خود را اندازه کردند. تفکر جامعه شهروندی را تکان داد. محترم پرزیدنت، افتخار ملی، صمیمیت و صداقت را با وطن برای ما آموزاند، تحکیم و توسعه بخشید. چون یک مرد از خیرت پر برایش عیان بود چی دردی است بی‌وطنی، رفت به آن سوی آمو. هرچند خطرها تیروار دنبالگیرش بودند، هدفها برای نابودیش بی عدد، اما او را ضعیفی دشمن بود. او را قدرت می بخشید خدا، دستی دعا، اعتمادها فراریانی آن سوی مرز را برگردانید. نصیبشان شد لذت دیدار، خاک میهن را می بوسیدند. عزیزان اینجا بوده را آغوش می کشیدند. اشک شکرگزاری جاری بود و صدای سپاسمندی بلند. مرد اعظم پیوند به کاری خود. سفرها به افغانستان چند بار بود و هر بارش خطربار، حتی یکی از آنها زیاد پر تهدید، وعده قوی گرفتن جانش. اما او را که در وجودش نیروی اجدادانه، غرور تاجیکانه جوش میزد، ترسی نبود. باز هم رفت سربلندانه بحری مذاکره. و وقتی که ما سخن درباره پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم جناب عالی میکنیم، پیش از همه پیش نظر چی میآید؟ یک دوران سخت، در دورانی که کشور میسوزد، مردم پهن و پریشانند، مردم رهگومند، اقتصاد نیست، تمام ساختارهای دولتی فلج است. کسی این مسئولیت بر دوش گرفته نمیتواند. اون نفرانی که خواهش دارند در ناخنک، ولی اون راهی آنها دیگر است، هدف مقصدی آنها دیگر است. و در همان لحظه ها یک جوانمرد سر کار می آید که ان همه مسئولیت انمین صاحبی انمین کشوری سوخته و در گرفته، مردم پهن و پریشان، 1 میلیون گریزه، اقتصادی فلج، راههای بسته، سرحد در دست بیگانگان بر دوش او می افتد. وقتی که به کشوری تیار میایی، نوبسته از سن سال اگر از سیاست با خبر باشی، با یک راه واسطه اون مسئولیت بر دوش میگیری. ولی در اون سن سال وقتی که سر کار میایی و چنین دولت مسئولیت دولت داری، چنین دولت بر دوشت میاد، به این یک پرزیدنت بودن، به این یک سرور بودن، رهبر بودن کمی میکند. برای این مهربانی خداوند در کار، قدرت و قوت و عقل و فراست و تمیزی سطح عالی و بعداً درکی انمون وجود سیاستمداری مادرزادی در کار است. وقتی که ما یک توجه میکنیم مثلا به همسایه خودمون، یعنی به
هم زبانهای خودمون، هم خونهای خودمون. یک بار به یادمون میرسد که این روزگار در زندگی ما، در هم برهمی ها در ما هم بود. اما یک انسان که گمان میکنم که خداوند برای ما نازل کرد، یک انسانی آمد که همه همین در هم برهمی ها را شکست، آینه خودبینی هر دو طرف را شکست و ما آمدیم به هم و به هم لبخند زدیم. زندگی همیشه انتظار لبخند است. ما دست هم فشردیم و یک تاجیکستانی آزاده ساختیم. سالی 1997 سالی وفا به عهد، سالی صداقت به سوگند، سالی اثبات جسارت، سالی ابراز متانت، سالی تشریف آزادی، آرامی، آسایشتگی. 27 ایونی همین سال مردم جمع در میدان هوایی، پرهیجان، پرنشاط، دستان پر از گل، چشمان پر از مهر، در لب وصف نامه ها، در قلب محبت نامه ها. آنها جمع بودند بهر استقبال مرد صلح آور، استقبال مرد غمبر، استقبال مرد شجاع، استقبال مرد خدا. او پا نهاد به وطن، دست فشان سوی خلق خود. احساسی او مثل که می گفت شکر. جمع آمدگان مثل که می گفتند تو توانستی. گلبارانش کردند، مهربارانش نمودند، سپاس بارش ساختند، چون او واقعاً برای این خلق سالها اذیت دیده مردی نجات بود. صلح و ثبات آمد، اما این آخرین هدف او نبود. او را مرادهای بیشمار دیگر بود در پیش. با قدمهای استوار رفت پی این کار، با پیشنهادهای لایحه‌های نفع آور رفت تا بالاترین منبر سازمانی مهم به کل دنیا، سازمان ملل متحد. ما با رهبری خردمندانه جناب پرزیدنت دست یافتیم که به تاریخ چند هزار ساله‌مان به نگاه نو نگریم و مهمترین سنه‌ها، ارزش‌های مهمترین و مقدسترین آنها را که برای زندگی امروزمان خدمت می‌کنند از نو احیا کنیم. همین گونه خب ما جشن نوروز را احیا کردیم و به آن مرتبه عمومی جهانی داده شد. همین طریق ما فرهنگ آریایی را جشن گرفتیم. همین طریق ما چهره‌های بزرگ علم و ادبیاتمان را جشن گرفتیم و باز مهمترین کاری که کردیم این بود که زبان تاجیکی را خب زبان دولتی کردیم و آن را از استفاده تنها خانوادگی به استفاده تمام جامعه و امور دولت برآوردیم. خب این دستاوردها به هدایت جناب پرزیدنت امکان نداشت. караблода хизмат кардем киштиёда 4 нафар ҳамунҷа ҳамроҳ шидем. ма ай ноҳияи ҳозира абдураҳмони ҷомӣ, ниматов ҳабибулло ай ноҳияи ваҳдат буд, ҳалимов одина ай ноҳияи ёвон, раҳмонов эмомалӣ ай ноҳияи данғара. якҷоя 3 сол бо ҳам хизмат кардем. дар вақти хизмат ҳар як пастию баландӣ буд. ӯ чепкоҳо мешид, хай учени мешид, ҳамин чӣ мешид. вақти ученеда ҳамин шахси фаъол будда, фаъол буд. баъд ҳамин фаъолии чақониш эра чӣ гирифтан, ташкилоти комсомолӣ часп гирифтан. хай 400 буд, 500 буд, як гурӯҳ ташкилоти комсомолӣ будак, ҳамунҷа роҳбарӣ мекард. баъд ташкилоти комсомолиш хай вақтои чида спорт заниматсия мекарданд.
дави 5 километра буд, 3 километра буд, 10 километра буд. ҳамин давдам якум ҷоро гирифтагӣ буд, значок додан ша. вақти учениши ҷазираи Даманскида 15 сутка дар ҳамон ҷо истодем. 15 сутка дар болои киштӣ дуруи об 15 сутка истодем. вақте ки омадем бод ҳамин Эмомалӣ Раҳмона ана хайм отличник военный морской флот мегуфтанд, значок додан ша. баъди ташкилоти комсомолиш аъзои партияи коммунистӣ шид. Ҳалимов Одинақати Айнуҳия Ёвон ҳардуш аъзои партияи коммунистӣ шиданд. вақти билети партиявиро тақдим карданаш Мишман Гришин супорида билети партиявира. дар ҳамон вақти супориданаш ҳамонҷа ба Мишман Гришин гуфт ки Эмомалӣ Раҳмон як шахси бообрӯманди ҷумҳурӣ мешавӣ. пагах хизмати ту дар халқот мерасад. خصلت خوبتره نه همه این هم بعد همه جنگا یکم چیزش بخشش کرد دیده نه همتون دیدین که همون جنگجویا را همه مثال دیگرها را بخشش کرد و همه خصلت هم جوانش ده بود. من گفتم یک دو نفر مثال اندک قهر میشد یکون مثال گپای پست بلند میشد هم میامد مبین ده او نمیکرد جنگ نمیکرد میامد هر دوشه آشتی میکرد امره. انا همون خصلت جوانه همیه که با کلان شدنش دم همه خصلت ها وجودش ده بود در رو دیدم آشتی کرد. اگر یکان آدم بد جهل و قهرگر باشه مثال هم بعد جنگ هم آشتی میکردن هم دشمن نسبت میکنه یکان چیکار کنه کردن میگیره دست دادن. لیکن این آدم همه خصلت خوبش هست که انسانه مثال آدم ها را بخشش کردن. 9 ماه کار نکرده اون کس برای تشکیل کردن کمیسیای آشتی ملی به افغانستان رفتند که از هوا تیر میبارید. ارگان هایی که برای امن پرزیدنت و متصدی بودن اون کس نگذاشتند. برای تاسیس دادن کمیسیای مراسو در طول 4 سال 21 مرتبه این کمیسیون از دو جانب گفتگوزار کردن. نهایت 27 ایون سال 1997 سازشنامه استقرار صلح با امضای امامعلی شریفوویچ رحمانوف به امضا رسید و شما تصور کنید که در طول 29 سال فعالیت امامعلی شریفوویچ رحمانوف در تاجیکستان عزیز ما چی دیگرگونی ها شده است. یکم اون کس 3 مسئله استراتژی رو به میان گذاشتن. یکم از بنبست کمیونیکاسیونی رهایی بخشیدن تاجیکستان عزیزمون. دوم این درباره استقلالیت انرژتیکی تاجیکستان. سوم درباره امنیت آذوقه‌واری و نهایت به نزدیکی 2 سال پیش درباره صنعت کنونی جمهوری تاجیکستان. وقتی که تاجیکستان کسی نمیشناخت اولین مرتبه اون کس از منبر بلندی سازمان ملل متحد رفته برآمد کردند با همون سیمای زیبای شرقیانه‌شون با زبان با لحن شیرین تاجیکانه‌شون از منبر بلند سازمان ملل متحد برآمد کردند. دنیا تاجیکان را شناخت و دنیا وقتی که اون کس تکلیف‌های پیشنهاد کردن درباره آب 4 مرتبه زیاده 100 دولت دنیا جانبداری کرد. امروز تمام شهر رو در عرفه 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان بینید کدام شهر و نواحی که شما نروید چقدر دیگرگونی ها به عمل آمده است. منطقه ابتریخا در بدخشان در کوههای بلند پامیر خود منشی سازمان ملل متحد جناب گوترش دیدن کردند و با چشمان خودشان دیدن که وضعیت چه حال دارد. ما میرویم لیکن نقشی نگموندم در صحنه تاریخ نقش بازیدم کاری آسان نیست. راه گفت راه شد، زمین گفت زمین شد، آب گفت آب شد، برق گفت، معارف گفت، جشن ها گفت همه جشن عالی جناب گذاشتن، نخ گفت نخ ها گشاده شدن.
هم در سیاست داخلی هم در سیاست بیرونی ما بردها داره. این مگر نقش بزرگ نیست. روزهای بود که به نزد گروگیران رفت، جام در سر مو به نزد گروگیران رفت. آیا برای جان شیرین نبود؟ همونا هم شناختن، همونا هم اعتراف کردن، دیلشون نشد، چون که برای ای حالت مرگ رها دادن انسان، برای ای ورطه نیستی رهاندن کشور و این امید رفته بود. بدترین آدم هم آدم نیک میشناسد. گاهی از نارسایی آب گفت و گاهی از وضع کشورهای جنگ زده. اکنون سیاستش جهانیان را تسخیر کرد و تجربه صلحش آموختنی شد. اکنون پشتیبان شد به کلی هم ملتان، به تمام تاجیکان جهان. یک شخصیت می آید برای تقدیر و ملت و دولت خیش هستیش را می بخشد، جانش را دریغ نمی دارد و خسته ناپذیر است. باید اعتراف کرد. باید اعتراف کرد که انسان عادی، رهبر عادی، یک شهروند این قدرت را ندارد. من همراهی کردم در دهها سفرهای رهبر دولت در مناطق کشور. بیماری های پاندمی بود، دنیا مجازاً با هم صحبت میکرد. رهبر دولت ما در بین مردم بود، مردم امراکی کرد، مردم دلیری بخشید، قوت بخشید که مردم از این بیماری نترسیدند. و هم دهقان ما کیشت کرد، حاصل داد، مردم ما، تاجرای ما کار کردند و شکرانه ملت ما از خوراک و از دیگر مسائل کمی نکرد. و این هم از همون سیاست خردمندانه و از جوانمردی های این جوانمرد اصیل بود. برای همین در شناخت پیشوای معظم ملت من فکر میکنم که هر قدم و هر رفتار و کردار اگر ما کتاب ها بنویسیم، این کتاب دستورالعمل کاری میشود برای نسل های آینده. خصلتی همه بهترین خوبصوری دوست که همه را یار و برادر گفته، عزت و حرمت، پند حکمت میداد. میگفت ما در غریبی باید که یک نفر باشیم، همه ما یک نفر، کیف ما باید یک باشیم. در همون قشلاق میگفتم که همه آدم نه هم خدمتی نیست. میگفتم نه همه آدم هم خدمتی من وقتش میشود و میفهمی سراغ میکنه همون آدم مرا. لیکن ما همه جنجالا کلیسیگی یکم 10 سال 12 سال رو نخوردیم. نیکی با سراغ کرد، با تنجی و امونی کرد. من سوال داد که چی خدمت کنم؟ من خدمتی خوب کردگی، خدمتی عالی کردگی. گفت خیلی خدمتی عالی کردم. من دولت تنج کردی، ما نفسی آرام میگیریم، چی قوت فرامون میخیزیم، میبرویم، راه و رودا میگردیم. ای خدمتی خوب نیست. ای Башқирия, Эстония, Литвия, Латвия, Германия, Узбекистон, Қирғизистон ҳозир винеткаш ҳастмада. ҳамеҳамё қатъи мо як ҷои хизмат мекарданд. Не ки ин хеле муносибати хуб дошт Раҳмонов Эмомалӣ, ягон кас надошт. ҳамун мардуми рус, мардуми узбекзабонон буданд, бениҳоят эътироф мекарданд ша. барое ки ин якум ҳами чира намехост, ҷангу ҷидола намехост. як кас ба як кас мешини ячи мекунӣ, даври хизмат бачаҳо ёш чӣ қила ҳами ячи мешид, дар мобайни ҳамаи мо даромад сол мекард. ҳамин хислатҳои хуб дошт. вақте ки моро хизмат адо кардем, ки фармонаш баромад ки моро ҷавоб доданда, ана ҳар се ҳамхизмати мара ҷавоб доданд, мара ҷавоб надоданд. баъд Эмомалӣ Раҳмон гуфт ки ман то шуморо набарам хона, дасти падару модарда наспорам, ман намерам аиҷа. як ҳафти дига ман шидан, ҳамун командир часта уговорит кард, чӣ кард, мара ҷавоб гирифт, бо пешпеш када гирифт овард, автобуси ноҳияи Абдураҳмони Ҷомида мана савор кард. در سالهای آخر خب چه خدمت‌های بزرگی در ساحه فرهنگ کرده شد با هدایت ایشان. خب آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من و همچنین آزمون جمهوری فروغ صبحی دانای کتاب است که یکی از مهمترین چاره‌بینی های فرهنگی شد که تمام جامعه تاجیکستان را رو به کتاب آورد. بنابر همین
خب اینها بسیار هم خدمت‌های خب ماندگار هستند و بنده همچون شاعر از این خب اقدام‌های جناب پرزیدنت افتخار میکنم، سپاس میگویم. 30 سال گذشت، 30 سالی مشقت در راه آرامی، 30 سالی رنج در راه آبادی، 30 سالی جانی ساری، 30 سالی جانگذری، 30 سالی استقلالیت. هر روزی این 30 سال او را دوست داشتنی تر ساخت. هر روزی این 30 سال او را اعتباری خاصه بخشید. هر روزی این 30 سال او را محبوب تر کرد. بزرگی دیگه است که چنان خاطره مستحکم دارد همراه کی کرده است، در کجا با کیش از نام یگان کس را فراموش نمی‌کند. این همش نشانه ای که پیشوا باید همه خیر باشد. برای یک خانه هر گونه فرزند که داشته باشد برای پدر یک است. این خصلت هایی که پیر برنا را، دل پیر برنا را به دست میارد، دل غمدیده ها را شاد میکند، کوشش میکند که در همه حالت راهی به قله مقصد رسیدن پیدا شود. این حالت ها گواهی میدهد که سرور کشور ما از روز اول کارش پیشوا بود، در دیده سپاسگزاران پیشوا بود، در دل آنهایی که مهر محبت بزرگ به خلق ملت دارن، به کشور دارن، قصر پیشوایش بود. بسیار راستی گپ کاوشور کردم یا که کوفتکاب کردم که دریابم که کدام رهبر دولت بعد کدام حوادث و کار کدام نفر شهروندش را از کدام کشور کوفته و پیدا کرده آورده باشد. چنین مثال نیست. رهبر دولتی من گفت که تا آخران گریزه به وطن نیاید من خود را آرام احساس کرده نمیتوانم. و چقدر تلاشا کرد که مردم بیاد. گفت با شما من که طلا وعده نمیکنم، فقط بیایید، انمین خاک، انمین مکتب، انمین کوچه، انمین خیش تبار شما را انتظار است. ما سرجم باشیم به همه مقصدها میرسیم. و یکی از کارشناسانی خیلی شناخته آلمانی که مسئله های آسیای مرکزی را تحلیل و تحقیق میکند، وقتی که یک صحبت طولانی داشتیم بعد گفتند که بعداً حالا در منطقه با قدر قیمت رهبر دولت شما بیشتر میرسند، به خاطر آنکه یکی از سناریوهای خیلی سنگین و وزنین دهشتناک را در آسیای مرکزی رهبر دولت شما و سیاست او پیشگیری کرد. یعنی که اون جنگی که تحمیلی بود آمده بود، هدف یک تاجیکستان تنها نبود، باید که منطقه در میگرفت. و افتخارمندی ما آن است که ما در خانه خود آتش خاموش کردیم و نگذاشتیم که علنگه هویت به نزدیکترین همسایه ما برسد. و این اعتراف سطح بین المللی رهبر دولت ما است. فشار از هر طرف تهدید مرگاور ندارد، آدم بر آدم در روزی بعد باور. سیاست بازی بسیار دشوار است، آسان نیست جواب پرسشی بازیگران را دادن داور. جواب آن همه دادی، ز بیداری سخن گفتی، ز حفظ هستی ملت، ز تقدیر وطن گفتی. رای هستی به خلق دیارم جاده مرگ است، فدا سازم در این ره لازم آید جان من گفتی. شاه شاهان کم نبود در روزگار، شاه انسان بود اما کم شمار. کور قلب رودکی را کور کرد، او نه شاعر کور خود را گور کرد. بردزاد خویش را سلطان بساخت، کو نه فردوسی نه شاهنامه شناخت. شاعر آزاده را او گرد گرد، زیر پای فیلها میخواست کرد. پشت عینی را به نام تاج و تخت، کرده بود منقیط میر لخت لخت. بوده هم سلطان و شاهان دیگر، هر یک از دیگر خونخوارتر. شاعر
گرمتی آنان می نمود آفتاب دولتش تابنده بود. آنکه تاب مدحت شاه نداشت در بساط خود پری کاه نداشت. من نگفتم هیچ گاه مدحی پست، هرچی گفتم فخر شاعر بوده است. فخر من بود عزم پا بر جای تو، وان جسارت های به همتای تو. گفتی این تاریخ و این فرهنگ توست، هیچ میدانی که صد من سنگ توست. فخر دیروز عجم تو بوده ای، روشنی جام جم تو بوده ای. عار باشد زیستن در بندگی، بایدت تسخیر کردن زندگی. بایدت در دهر قد افراختن، خویش را تاجیک تاجیک ساختن. رستم باید شدن، برخیز مرد، جای مردان است میدانی نبرد. عرصه ما عرصه عار بود، عرصه ننگ و وطنداری بود. هر که در این عرصه خیزد مرد اوست، جان فدایان وطن را فرد اوست. خیز خود را شعله گردون بده، هست و بود خویش را مضمون بده. بس که فردایی تو در راغون توست، بینمت شبهایت از آن شعله روست. این زمان رخشیدنت باید چو برق، گر توی دروازه آزادی شرق. قوم بودی ملت باید شدن، ریشه سوز ذلت باید شدن. خواجه وقت خود و آینده باش، روی پای خویشتن پاینده باش. بعد از این دانستمت جان و جگر، چون توی دیدم وطن را چارگر. چاره‌ساز جمله درد وطن، از وطنداران ابرمرد وطن. گفته بودم پیشوای ملتی، دولتی تاجیکی صاحب دولتی. نام تو با نام تاجیک زنده باد، رمز اقبال وطن پاینده باد. ما چهره پرزیای ملت داریم، بر گوش زمان صدای ملت داریم. در راه مراد پیشپایی نخریم، تا پرچمی پیشوای ملت داریم. او همان سرور است، سروری که به بخت ملت تاجیک خداوند بالای سرش آورد. او همان ابرمرد است در عرصه ناموس و ننگ که راهگشای صدها و هزارها نسل بعدی ملت خواهد بود. او همان سیرت و صورت زیباست که خداوند با صد لطف و مرحمت عطایش نموده است. او همان غرور است که یگان دشمنی حقیر شکستن نتوانست. او همان مرد است که میتوان نماد جوانمردیش نامید. او همان قاصد است که مردم را با صلح آشتی و با جنگ قهری گردانید. او همان فرد است که پشتیبان و سایبان سر یتیمان، قدم جایش خانه یتیمان است و مکانش قلب‌های پر از مهر ایشان. او همان فرزانه مرد است که در دل هر یکی ما چراغ امید به فردا را روشن نگه داشت. او همان پیغام رسان است که پیغام صلح را برایمان او آورد
صلحی که مرگ را به زندگی، ماتم را به حیات تبدیل کرد، صلحی که تا هنوز آرزوی اکثر کشورهای درگیر باقی مانده است. او همان مشکل کشایی است که آرمانهای چندین ساله ملت را برآورده ساخت. او همان سازنده است که راغون را ساخت، راغون را با شکستن همه شک و شبهه های دوست و دشمن ساخت. او همان تاریخ نگار است که نام نیکی تاجیکان را در عرصه تاریخ دوباره زنده کرد و در قطار فرهنگیان دیگری عالم جا نمود. بله، او پیشوا است، پیشوای ملتی که خلق انتخابش کرده است.